در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگی گذشتند. بسیاری هم پر می‌زدند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد بی‌عرضه‌ای است. با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط برنمی‌داشت. نزدیک غروب یک مرد روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کنار گذاشت. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه‌های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر صد و مانعی می‌تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.